ولی شاید یه روز که بیام تاجیکستان اونجا بتونم بخونم و منم با مثل خانم لامبورگینی زکیه. منم با لامبورگینی رد میشم برات بیش میزنم دست کن میدم با خانم زکیا. گاد. آقا برید تا دعوا نشده. خب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکس دی و امروز لیدی ای با ماست. سلام. امروز اومدم به درخواست شما از دو هنرمند بسیار محبوب و پرقدرت به نام اموان که فیت داده با سفر محمد. من از جفتشون قبلا ریاکت رفتم، یعنی عالی، صدا عالی، همه چی عالی. حالا حساب کن این دوتا هنرمند پرقدرت خوش صدا با همدیگه فیت دادن. میریم با همدیگه موزیک ویدیو رو ببینیم. 3 تا از کامنت های با محبت شما رو هم گذاشتیم، بعد از صحبت های من میادش، اونا رو ببینید، بعدش هم بریم خود ویدیوی اصلی رو میبینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که یادتون نره. دمتون گرم، دوستتون داریم، عاشقتونیم. بریم با هم دیگه این موزیک ویدیو بسیار زیبا رو ببینیم. بریم. به صورت کنسرت زنده بوده داره اجرا میشه. این سفر محمد. ببینیم اموان که میادش. و اموان به اسم مستر اسمایل، یعنی توی کامنت ها بچه ها، چون من ریاکت رفت دادم از اموان، بهم گفتن که اولین رپر تاجیکستانه. ولی حالا بریم ببینیم که بریم ببینیم با سفر محمد چیکار کردن دوتایی. اسم موزیک هم هستش کامارو بازا. حال کنن دیگه. Mr. Camaro. یک بار دیگر شما اموان اومده. این سرود همه میدونم. یک اصل برای سفر محمد و سال بکنیم. پای خیلی همه کسا میکنیم. آقا من یه حس عجیبی نسبت به رپ دارم. رپ که خونده میشه یا از خود بی خود میشم، بعضی وقتا حرکت عجیب غریب میکنم، یا اینجوری دستم بی هوا میره، دست بیقرار دارم، نه یا مثلا ششام میبندم جو حرکت میزنم، یا میبینی یکی چیز شد. نه بی هوا، دست بی هوا. شوخی میکنم، من از این کارا نمیکنم. شوخی میکنن. نه پیش آمده، یه وقتا پیش میاد. خیلی صدای سفر محمد ببین جف چه حالی دارن میکنن اینایی که رفتن دارن لایو اینو گوش میدن. خیلی صداشون قشنگه. آقا ما اینجا نشستیم، حالا داستان ویدیو مال 1 سال پیش هم هستش، نه ببین اونایی که توی لایو هستن، تو خود کنسرت هستن، چه یه وقتی هم بتونیم مثلا بریم تاجیکستان یه همچین کنسرت اتفاقا الان به همین داشتم فکر میکردم که امیدوارم یه روز که ما اومدیم تاجیکستان این کنسرت ها واقعا باشه. آره واقعا لذت خانم بخشه. زکیه مدینا و ایشون خیلی مایلم تو کنسرت هاشون شرکت کنم. چرا که نه، مخصوصا. حالا بریم ادامه.
اینکه کامارو یک ماشین خیلی پرقدرت هستش، یک ماشین آمریکایی خیلی پرقدرت هستش، شکی نیستش. ولی من لامبورگینی دوست دارم. لامبورگینی. دوستان من برای تولدم خیلی دوست دارم که از طرفدارام یه دونه لامبورگینی کادو بگیرم. آقا آرزو بر جوانان عیب نیست. یه وقتی طرفدارام همه جمع شدن با هم دیگه یه لامبورگینی برام خریدن. میریم همونجا تاجیکستان و اونجا یه لامبورگینی سوار میشیم میریم این برام. بهتون قول میدم اگر برام لامبورگینی بگیرید زمانی که دارم با لامبورگینی حرکت میکنم از جلوی لیدی ای رد شم و براش بوق بزنم، دستم تکون میدم. اشکالی نداره. بریم ادامه. پس اشکالی نداره. بریم ادامه. الان فکر کنم انبان شروع کنه. بریم صدای انبان رو گوش کن. خدای حال میکنیم چون تازه اومد تو این کار ریاکت تو اینو تازه کاره بچه‌ها. من بهش روی اینفو میدم. کامارو فکر میکنم که ایشون میخوام برای من یه بوق بزنم. نه اون لامبورگینیه مجید جان، دل بندم اون لامبورگینیه. من بوق میزنم دست کون میدم. تو دنبال کامارو. بریم آقا دوستان، بریم دیگه. بالاخره خدا رو شکر خیلی ساده است لیدیه، دوست داشتنی، با محبت، خیلی دختر خوبیه. بریم ادامه. بزرگترین اشتباه توی کنسرت ها یادتون باشه اینه که گوشی موبایل با خودتون ببرین و شروع کنید به فیلم گرفتن. آقا میری اونجا برو حال کن. آره وقتی با گوشی دستت گرفتی نه از کنسرت چیزی میفهمی، بعدش هم میخوای بشینی ویدیوشو ببینی. بابا تو خودت اونجایی داری حالشو ببر. چیه گوشی دست؟ من اصلا خوشم نمیاد. من دوست دارم وقتی که میرم کنسرت فقط برقصم، عجب کنسرت لذت ببرم. خب وقتی اومدی کنسرت الیکسه تو بیا اونجا برقص. بریم ادامه. تو کامنت ها نوشتن که الیکسه خیلی داری لیدی ایو اذیت میکنی. اینو میبینید اینجا نشسته، این نصفش تو زمینه. بریم ادامه. دیدی؟ ظفر محمد کش شد، صدای اومدش حداقل 30 ثانیه. چه نفسی خیلی خوب بود یه تیکه. بذار یه تیکه دوباره ببینم.
آفرین دوست خیلی باحال بود. عجب شوقی، عجب هیجانی، عجب شور و شعفی. چه یعنی این کنسرت ها رو که میری میای کمپلت غم دنیا همه چی یادت میره. آره موافقم. انقدر بالا پای میپری، انقدر حال میکنه. ببین حساب کن ما اینجا چقدر حال کردیم، حساب کن اونا که اونجا بودن چه حالی کردن. تازه اونا پولم دادن که رفتن اونجا، بیشترم باید حال میکردن. نظرتون راجع به موزیک ویدیو چی بود خانم لیدیه که داشتی گیتار برقی هم واسه من میزدی اینجا؟ من خودم خیلی دوست دارم برم تو کنسرت خودم بخونم. الان که داشتی خیلی. میگفتی من برم کنسرت الیسه میخوام برقصم. آره هم برقصم همین که بخونم خودم. خیلی اینطوری دوست دارم. آرزو بر جوانان عیب چرا؟ نیست. ولی شاید یه روز که بیام تاجیکستان اونجا بتونم بخونم و منم با مثل خانم لامبورگینی، زکیه. منم با لامبورگینی رد میشم برات دوش میزنم دست کن میدم با خانم زکیا. گاد. آقا برید تا دعوا نشده. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی صحیح سالم جیباتون پر پول. بدرود.